کمیته دفاع از ژورنالیستان یک سازمان بین المللی قرارگاهش در امریکا که از حقوق ژورنالیستان و آزادی مطبوعات در سراسر جهان حمایت میکند 7.5 سال حکم زندان ژورنالیست و تهیه‌گر فیلم‌های مستند از تاجیکستان عوضمت غرباتوف معروف به تخلص عبدالله غربتی را محکوم کرد. گلنوزه سعید هماهنگساز برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته دفاع از ژورنالیستان در یک اظهارات ویژه گفت ما حکم شدید و بی اساس ژورنالیست عبدالله غربتی را محکوم میکنیم. ظاهرا چنین حکم سخت نتیجه ناروزگی مقامات تاجیکستان از افزایش محبوبیت سبک جسورانه ژورنالیستیک شهروندی است که عبدالله غربتی و همکارش دلیر امامعلی تجربه میکردند. مقامات تاجیکستان باید به تلاش بازنگری حکم عبدالله غربتی ممانعت نکرده او و دلیر امامعلی و همه ژورنالیستان دیگری را که در حال حاضر برای انجام کار خود در حبس قرار دارند آزاد کنند. مقامات تاجیکستان باید معرکه ترسانیدن مطبوعات مستقل کشور را که از 4 طرف تحت سرکوب قرار گرفته است بس کنند. دفتر بامداد قبلا خبر داد دادگاه نهایی شامنصور شهر دوشنبه روز 4 اکتبر سال 2022 در یک مرافعه پشت درهای بسته عبدالله غربتی را در تأخیر و لطکوب نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان ممنوع گناهکار شناخته و او را به 7 سال و 6 ماه محبس نظامش سخت محکوم کرد. غربتی خود را در مورد عرض اتهامی به ضدش اعلان شده بیگناه دانست و هر نوع ارتباط خود با یگان گروه افراطی را نیز رد کرده از دادگاه خواست که او را بیگناه برآورد و سفید کند. او حالا قصد دارد که از حکمش به دادگاه بالایی شکایت برد.